حلالم کن. لطیف توی اون دنیا میام سراغت گفته باشم. پولی که میفرستی دیگه کافی نیست. از این همه انتظار خسته شدم. بگیر دیگه همه چی تمام شد. خب اگه برم ازم طلاق میگیری؟ ازت طلاق نمیگیرم لطیف، من طلاق نمیگیرم. من نامه ای ننوشتم. حرف بزن وگرنه بد میبینی چرا؟ من خیلی عذر میخوام، خیلی پشیمونم، لطفاً منو ببخشید. صبح بخیر مادر. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر افه. صبح بخیر عمو مراد. بیا صبحانه بخور. بر من نریز مادر، میرم زودتر نونوایی رو باز کنم. خب حالا میری یه لقمه چیزی بخور. اگه نون نپزم آخرش مشتری رو از دست میدیم مادر. اوست ابراهیمم که اصلا خیال اومدن نداره. درسا چطوره؟ خوبه، خیلی چیزا یاد گرفتم، فصلا رو یاد گرفتم. الان زمستونه، بعدش هم بهار میشه، بعدش هم پاییز. نه بینشون تابستونه. خداحافظ. خداحافظ پسرم. برادر مراد کمک کن، هوا خیلی سرده. پسر اینجا چی کار داری؟ برادر قرار بود یه جایی برای موندنم پیدا کنی. خیلی خوب پیدا میکنم. چرا عجله داری؟ خودت گفته بودی بعد از آخرین کارم برام جا پیدا میکنی. تو رو خدا برادر، تو رو خدا. ساکت شو پسر، ساکت شو، الان میشنوانه. اینو بگیر، الان برو. برادر کجا برم؟ هر جا میخوای برو، هر جا دوست داری. زود بش دیگه، برو. برو پسر، برو دیگه. یوسف، یوسف، یوسف. پسرم برای چی داد میزنی؟ یوسف. یوسف؟ یوسف کیه؟ جیم شد، زود باش، زود باش، برو دیگه، برو.
پس واسه چی واسه اینجا پسر؟ مگه قرار نبود منو با خودت ببری؟ میبرمت بچه جون بعدن. من شبا تو خیابون میترسم. برام جا پیدا کن، کمکم کن. کاری یه وقتی داره. گفتم که بعدن. برادر بچه‌های دیگه یه بلایی سرم میارن، منو نفرست برام اونجا. بیا اینو بگی من باید برم. دیشب در دعوای بچه‌های خیابانی کودکی به نام یوسف ساغلام زخمی شد. پلیس تعداد زیادی از بچه‌های خیابانی را به علت نامعلومی بازداشت کرد. تو کلاس چندمی؟ کلاس سوم. خوندن یاد گرفتی؟ آره بلدم. منم میتونم یاد بگیرم؟ البته که بهم یاد میدی؟ همینجا صبر کن برمیگردم. چشم. تو چند ساله؟ 12 سال. خب چرا تا حالا نرفتی مدرسه؟ نتونستم برم. آخه من پدر مادر رو ندارم. خیلی ناراحت شدم. من یادت میدم. باشه. ببینم اینجا چی کار داری ها؟ کاری ندارم آقای پلیس. به این مدرسه درس میخونه؟ نه. راستی اینجا چی کار داری؟ زود باش برو پی کارت. زود باش. میخوای این بچه ها رو مثل خودت بار بیاری آره؟ آقای پلیس واسه چی گفتی بره؟ اون فقط ازمون خواست بهش خوندن یاد بدیم. اگه میخواست یاد بگیره تا حالا این کارو کرده بود. بدو این برین سر کلاساتون زود باشه. بریم بچه. بیچاره رو دیدی؟ یکی از مهمترین دلایل دعوای بچه‌های خیابانی که فاقد امکانات مالی هستند و در خیابان‌ها زندگی می‌کنند گرسنگی است. چی کار میکنی پسر؟ اونجا خیلی گرسنمه. میخوای شکمتو با مال حروم سی کنی؟ اونجا ببخشید نظرم اونجا. برو گم شو. چشم. یکی از بزرگترین مشکلات بچه‌های خیابانی عدم توجه به آنها از طرف اجتماع. چیز دیگه هم میخواین؟ دیروز کیوی هم خریده بودم ولی یادم رفته بود پولشو بدم. لطفاً اونم حساب کن. من که یادم نمیاد ولی خب باش. ممنون. پسرم اونطوری که نمیخورن پوستشو بکن. دستیابی به راه حل اساسی برای بهبود وضع زندگی بچه‌های خیابانی توجه مسئولین و حمایت مردم جامعه از بچه‌های بی سرپرسته.
بیا اینجا ببینم، بیا. این برفا رو پارو کن. پول خوبی بهت میدم. باشه چشم خواهر. اصلا خوب تمیز نکردی. خیلی خوب، برو دیگه. ولی خواهر پول مول خبری نیست. برو، گفتم برو. مراد، چیه سانا؟ اول صبح روزنامه رو دیدم. خب این بچه همون یوسفه، تو بیمارستانه. خوش اومدی مادر. افرا رسوندم مدرسه. تنور رو روشن کردی؟ بله مادر. حالت خوبه؟ خوبم. اون بچه که عکسش تو روزنامه است مال این محل بود نه؟ مادر پدرش چی؟ یتیم بود. خسته نباشی. جناب کمیسر خبری شده؟ حتما باید خبری شده باشه من تو رو ببینم. اوستا ابراهیم، روزنامه رو دیدی؟ یوسفو میگی؟ به خیلی چیزا بی‌اعتنا شدی، از جمله من. این چه حرفیه اوستا؟ حرفمو قطع نکن. حالا که اینقدر به کمک کردن علاقمندی، به یوسف کمک کن. اوستا ابراهیم، اوستا ابراهیم، باید برم بیمارستان. من پشت صندوق وامیستم. منم اومده بودم نونا رو آماده کنم. حالا خواهم منم میرسونمت بیمارستان. بیبریم. بفرمایید. مادر ملک، سعادت هستم. منو نشناختی؟ سعادت، خوش اومدی دخترم. صبح بخیر. صبح بخیر مراد، چه خبر؟ یوسف ساغلام اینجاست نه؟ بچه‌ای رو که دیروز آوردن؟ باز تو بچه محل ما بود، از قبل میشناختم. یعنی مراد سابق میشناختش، پس حتما نمیخواد ببیندت. نمیخواد، میدونم. میخوام با مراد جدید آشنا بشه. یوسف، یوسف، چطوری پسرم؟ بد نیستم، خوبم. چیه برادر مراد، کاری هست براتون انجام بدم؟ نه فقط اومدم تو رو ببینم. اومدم ببینم حالت خوبه. میخوام کمکت کنم. برای چی؟
شاید حقتو خورده باشم، شاید خیلی اذیتت کرده باشم، شاید من باعث شدم به این روز بیفتی. بذار تلافی کنم. فقط تو مقصر نیستی مراد. خیلی ناراحت شدم سعادت. نپرس مادر ملک، اصلا روزگار خوبی ندارم. اون دیگه این اواخر دستش رو من بلند میکرد. خب طلاق بگیری چی میشه؟ ای بابا مادر ملک، میترسم یه بلایی سرم بیاره. خب پس یه مدت بیا خونه ما بمون. یعنی چی؟ خونه ما خیلی بزرگه، یه مدت از هم دور باشین بهتره. نه مادر ملک، شما خودتون کم مشکل ندارین. نمیخوام مزاحمتون بشم. فکرشو نکن سعادت، خدا رو شکر نونوای خوب کار میکنه، درآمدش هم بد نیست. تازه حقوق شوهر خدا بیامرزم هم میگیرم. اجاره هم که نمیدیم، یه جوری با هم میسازیم. خدا بزرگه. خدا رو شکر یه نونی هم واسه خوردن پیدا میشه. هر وقت دلت گرفت بیا، آب و هوات عوض میشه. چند روزی میمونی بعدش برمیگردی. تو خیلی آدم خوبی هستی مادر ملک. فکر میکنی فقط تو مقصر همه دردی هستی که من میکشم؟ اونایی که حرفمو باور نکردن و هر جا گیرم آوردن کتکم زدن و منو نادیده گرفتن هیچ تقصیری ندارن. آره تو آدم بدی بودی، بدی میکردی، به منم بدی کردی، ولی اونایی که خوب بودن چی؟ اونا واسه چی نیومدن؟ حق داری، ولی من الان پیشتم. مطمئن باش کلی آدم نگرانتن. بهتره بگم اونا منو فرستادن پیشت. ازت فقط یه چیز میخوام، یه چیز. بهم اجازه بده. من اشتباه بزرگی مرتکب شدم، میخوام جبران کنم. دیگه نمیذارم ناامید باشی. میخوای چی کار کنی؟ همیشه ازم چی میخواستی؟ یه خونه؟ آره دیگه یه خونه داری. از این به بعد همه چیز عوض میشه. منم واسه خودم یه خونه پیدا کردم، امن‌ترین خونه دنیا رو که میشه بهش پناه برد. دلم میخواد تو هم بیای تو اون خونه و با من زندگی کنی. قبول میکنی؟ میای نه یوسف؟ اصلا هم نگران نباش، همه چیز رو برا میشه. حالا میرم، ولی با هم از این بیمارستان میریم بیرون. باشه پسرم؟ چی شد با حرف زد؟ آره حرف زد. خب با هم میاد. از این به بعد خونه ما میمونه. کی مرخص میشه؟ اگه جایی برای رفتن داشته باشه فردا صبح میتونیم مرخصش کنیم. ولی آخه چطور از پس این کار برمیای؟ وضعیت که معلومه. مخارج یوسف هم که بیاد روش. خدا خودش کمک میکنه مروه. اگه بخوای کار خیری انجام بدی کمکت میکنه. اون کمک میکنه اما به دست بنده هاش مگه نه؟ متوجه نشدم. من میخوام تو هزینه و مخارج نگهداری از این بچه شریک بشم. مطمئنم خیلی های دیگه هم میخوان این کارو بکنن. لزومی نداره مروه، لزومی نداره. گوش کن چی میگم مراد. وظیفه همه است که به اون و امثال اون کمک کنن. تو هم نمیتونی مانع کسی بشی. متوجهی مراد؟ باشه. خب آخه چطور همچین کاری انجام بدیم؟ اونش با من. کمیسر آسم و پرستار مروه این کار میکنن. تو این فاصله خونه رو آماده کن. باید همه چی مهیا باشه. باشه. بس حالا که اینطوره من زودتر برم. میبینمت.
سعادت. مادر ملک، نتونستم بیشتر از این تحمل کنم. گفته بودی بیا، منم اومدم. خوش اومدی سعادت، خوش اومدی. بیا بریم تو، بیا بیا. ممنون. دیگه تحمل ندارم مادر ملک. برات که گفته بودم عقلشو از دست داده. از اون روز که اومده خونه همش ناسزا میگه، مرتب داد میزنه کجایی. دیگه صبرم سر اومده به خدا. خدا ببخشدش. آخه چرا با تو اینجوری میکنه؟ ببخشید، فقط شما رو دارم. نمیدونم کجا باید میرم. این چه حرفیه سعادت؟ اینجا خونه خودته. قبلا که بهت گفته بودم. حالا یه مدت اینجا بمون تا ببینیم بعدش چی پیش میاد. نه من بر نمیگردم تو اون خونه. اگه برگردم یه بلایی سرم میاره. خیلی خوب، حالا فکرشو نکن. با ما که باشی هیچ کاری نمیتونه بکنه. بیا. خواهر سعادت خوش اومدی. ممنون مراد، ممنون. تو بشین. شوهرش بی صفت. حالا چی میشه؟ اینجا میمونه. میخواستی چی بشه؟ ولی من بدونی که بهت بگم یه کاری کردم. میخوای یوسف رو بیاری؟ کار خوبی کردی پسرم. نمیشه که باز بره تو کوچه خیابون. به هر حال تو به کارات برس. منم میرم نونوایی. خب سعادت هم که غریبه نیست، میمونه خونه. خب مراد، مهمونت کی میاد؟ انشالله فردا خواهر سعادت. خیلی هیجان زدم. خب دیگه صاحب یه پسر دیگه هم میشی. کی میاد؟ برات یه برادر میاد، اسمش یوسفه. من برادری ندارم.
از حالا به بعد یه برادر داری. نمیخوام برادر خودت بشه. فکر میکنی فقط تو مقصر این همه دردی هستی که من میکشم؟ اونایی که حرفمو باور نکردن و هر جا گیرم آوردن کتکم زدن و منو نادیده گرفتن هیچ تقصیری ندارن. درسته تو آدم بدی بودی، بدی میکردی، به منم بد کردی، ولی اونایی که خوب بودن چی؟ چرا اونا نیومدن؟ یوسف اما کمیسر برادر مراد گفت میتونم برگردم محل. گوش کن پسرم، اما مراد درست گفته. البته که میتونی برگردی محل. تازه خودم میرسونمت. ببین چی میگم، اگه بخوای آژیرم روشن میکنم. چی میگی؟ برو سوار شو. یوسف پسرم خوش اومدی. بیا بریم تو. جناب کمیسر بفرمایید منزل. ما دیگه مزاحم نمیشیم. نه بفرمایین بفرمایین، خوشحال میشیم. بریم دخترم. آفرین مراد، جای قشنگی براش درست کردی. اصلا هم قشنگ نیست. مراد مردم محل خیلی ازت سپاسگزارن. گفتن تا جایی که از دستشون بر بیاد کمک میکنن. خواستن اینم قبول کنی. مروه ولی این خیلی زیاده. نگران نباش، قرار نیست که تو خرجش کنی. برای یوسف کلی برنامه داریم مگه نه؟ من گهگداری میام اوضاع کنترل میکنم. باید ببینم چطوری از اون مراقبت میکنی. خب دیگه مروه، بهتره ما بریم. خیلی مزاحم شدیم. مراقب خودت باش یوسف. ممنون جناب کمیسر. بفرمایید من در خدمتتون هستم. بریم دخترم. یوسف عزیزم تو برو استراحت کن. چشم. برو. هیچ وقت تموم نمیشی. هیچ وقت.